به بهار نو رسیدم زی بهار شکر گویم، به نگار نو رسیدم زی نگار شکر گویم. چو شود شکوفه باران به سر و به دوش یاران، زی خزان کنم فراموش زی بهار شکر گویم. السلام علیکم بینندگان عزیز و گرامی قدر، فرا رسیدن بهار نازنین و فرخنده پی را به هر یک شما مبارک باد میکنیم. خواستیم در برنامه امروزه که فصل بهار و عشق و عاشقی است، یکی از شعرهای عشقی استاد لایق را بهر شما شرح و تفسیر بفرماییم. مهمان امروزه برنامه آفتابباران دکتر علمهای فیلولوژی، پروفسور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمی گوپاجان غفورов، استاد عزیزمان زمیر المصفا هستند. استاد خوش آمدید به برنامه آفتابباران. در برنامه امروزه نیز می‌خواستیم یکی از دردانه‌های استاد لایق را شرح و تفسیر بفرمایید. انتخاب ما: زی بهار حسن یار به بهار دل رسیدم، زی کنار گرم عشق به کنار دل رسیدم. نه به خود نه به خودم من به مثال چرخ گردون، زی خروج بیقراری به قرار دل رسیدم. میخواستیم استاد عزیز در برنامه امروزه آیدی این غزل و جایگاهی آن در شعر لایق فکر و ملاحظه های شما را دانسته باشیم. سلامت باشید. تشکر زیاد. لایق شعری خود عشقی سرا است و اکثریت غزل های لایق موضوع او عشق است، زیرا لایق خود عاشق بود، عاشق زندگی، عاشق وطن خود، عاشق طبیعت زیبای تاجیکستان، عاشق دریا و کوههای آن، عاشق انسانهای بیداردل تاجیک بود و همه آن گفته هایی که ما در بالا گفتیم و دل پر احساس لایق را افشاگر است، آن را ما در غزلیات لایق میبینیم. حیات مردم، دل پر احساس انسان، با محبت سخن کردن، محبت نامه های زیادی را ارسال کردن به کسی، این همه در غزلیات لایق است. و لایق عاشق بیقرار حیات خود بود، عاشق بیقرار انسان‌های بیداردل بود که به دل خود لایق نزدیک بودند آنها. و در همین جا هم میگوید ببینید که زی بهار حسن یار به بهار دل رسیدم، زی کنار گرم عشق به کنار دل رسیدم. وقتی که کس به موسم سال نظر می‌افکند، می‌بیند که بهار که سبز پوش و گل پوش است، در آن زمان طبیعت بیدار می شود، مردم خودش تفکر دیگری به سر او می آید. می گوید که احساسات پرتقیان عاشق، که کسی عاشق تماما عالم دیگر است، او با احساسات است، او یگان نقصان یا بدی یار خود را نمی بیند و بیدرک نمی گویند در عرفیت که لیلی را با چشم مجنون دید یا مجنون را با چشم لیلی دید. این گونه مفهوم های هستند در ادبیات که لایق به آن صادق مانده است و می گوید که زی بهار حسن یار و بهار دل رسیدم. وقتی که ما بهار میگوییم، آن شکفتن ها، آن زیبایی و همه طبیعت بیدار زندگی را لایق به خود میگیرد و میگوید که زی بهار حسن یار، یعنی از زیبایی آن یار که به بهار، به گل، به آن سبزه، به زیبایی طبیعت مانند میکند، میگوید من به بهار دل رسیدم، یعنی من به مراد دل خودم رسیدم. میگوید من یعنی به آن عاشق شدم. میگوید ز کنار گرم عشق به کنار دل رسیدم. عشق یک جاذبه است که در خود
گرمی و یک محبت را دارد. وقتی که سخنی نیک میگویید، یک محبت راز دل خود را با محبت ارسال میکنید، آن سخنی پر محبت عشقی است. خواه به یار خود گفته باشید، خواه به پدر خود، خواه به مادر خود، خواه به مردم خود گفته باشید هم، به انسانهای بیگانه گفته باشید هم، آن محبتی که دارید از دل شما می براید و آن همه جاذبه است که به مانند آهنربا به خود می کشد و این سخنی محبت است و می گوید که زی کنار گرم عشق به کنار دل رسیدم. دل عضو بدن انسان است. هنوز در زمانش در یونان قدیم یکی از شاعران بسیار معروف دل را به قلب انسان یا اینکه دل پر عاشق را به ضمیر قلب مانند میکند و این بی سبب نیست. هنوز از عصرهای گذشته برای ما معلوم میگردد که دل نشان دهنده احساسات پرتقیان یار است. یار مخصوصا عاشق است و میگوید که من به کنار دل خودم رسیدم، به کنار سرد دنیا ز هزار برق و آتش فقط از شرار سوز به شرار دل رسیدم. و ببینید گلهیا جان در اینجا هم میگوید که فقط از شرار سوز به شرار دل رسیدم، به کنار سرد دنیا. به کنار سرد دنیا وقتی که به دنیا نگاه میکنید هم سردی دارد و هم گرمی دارد. یعنی به کدام معنی؟ به آن معنی که این هم به حالت عاشق تشبیه شده است. عاشقی که یار خود را میبیند آن گرمی دل خود را احساس میکند. عاشقی که در آن موضع یا در یکان جای در بین مردم نفر دلبسته خود را نمی بیند، آن سرد است. گویا در آنجا یک سردی حیات، خنکی حیات دیده می شود. اگر در آنجا آن نفری که به دل او نزدیک باشد هوا خنک باشد هم گرمی را در دل خودش عاشق احساس میکند و محض همین حالت انسان را لایق توانسته است که در غزل خودش انعکاس کرده توانسته باشد. نه به خود نه بی خود من به مثال چرخ گردون ز خروج بیقراری به قرار دل رسیدم. نه به خود نه بی خود من میگوید در زندگی نه به خود بودن و بی خود بودن به کدام معنی؟ نه به آن معنی که وقتی که شما یار خودتان میبینید شما الکی تماما عالم دیگر هستید. یعنی آن شراره پرتقیان دلی که در عاشق هست آن در نزد خود عاشق دل به تپیدن می دراید. یعنی که در خود بودن، خود را به دست گرفتن، یعنی خود را نگاه داشتن در جامعه یا سخن کردن، این تماما چیز دیگر است. وقتی که کسی عاشق خود را می بیند خود را به تمام از دست می دهد. یعنی که با خصلتش، با رفتارش، با گفتارش تماما دیگرگون می شود. یعنی در نزد خود او تنها همون عاشقش را می بیند و آن محبتی که در دل دارد آن را به او اظهار می کند. یعنی از خود رفتن و از خود نرفتن این به معنی آن که از کبر و غرور شما اون در نظر دارید. نه، در اینجا به این معنا نآمده است گلهیا جان. در اینجا شور و شر عاشق، یعنی احساسات پرتقیان قلب عاشق نشان داده شده است.
چو رهی فراخ منزل ره نیست بین دو دل ز دیار در دیار به دیار دل رسیدم. وقتی که کس عاشق می شود بین دل عاشق و معشوق مسافه نیست. گلهایا جان، بله بله. آنها همدرد هستند، همدل هستند، هم زبان هستند و بین همدیگر با زبان دل سخن می کند. یعنی هر خصلت یا هر سخنی که یاری خود در آن گفته شده است یا در کردار آن دیده شده است، همه آن با محبت قبول کرده می شود. عاشق آن را با محبت قبول می کند و بنابر همین می گوید که مسافه دل عاشق و معشوق وجود ندارد. یعنی آنها یک دل هستند، به هم توأم هستند. چو ره فراخ منزل ره نیست بین دو دل ز دیار در دیار و دیار دل رسیدم. ببینید که چگونه زیبا گفته است، ز دیار در دیار و دیار دل رسیدم. دیار درد ندارد اصلا، ولیکن همان دیار یا همان موضع در نظر دارد، همان جایی که عاشق است در آنجا دل خود را یافته است شاعر. یعنی همان موضع گلپوش است، همان موضع بهارآغوش است، همان موضع سبزآغوش است و تنها در آنجا که است آن یار او است. یعنی عاشق است. در حقیقت میگویند که عاشقان بیقرار هستند. همان از خود رفتن و از خود نرفتن همان بیقرار شدن است. جنون. یعنی بله، جنون این مجنون است. البته جنونیت شما خوب میدانید که معنی اصلی آن از عقل بیگانه است. یعنی بسیار خوب گفته تازه از عقل بیگانه شدن در مورد آنه که یار را میبینی. بسیار خوب گفتید. خب، همه جا مزار گل بین ولی یک مزار دل نیست، ز طواف گور مادر به مزار دل رسیدم. همه جا مزار گل بین. مزار این همان قبرستانی است که نفری را پس از ففتیدن به خانه آخرت خودشان که از گل ساخته شده است و آنجا دفن میکنند و جایگاه مقیمی همه انسان هایی که وفات کردند در آنجا است، در مزار است. و میگوید که همه جا مزار گل بین ولی یک مزار دل نیست، ز طواف گور مادر به مزار دل رسیدم. وقتی که کس وفات میکند آن احساسات پرتقیانی که در دل داشت نسبت عاشق خود، آن به سردی یا اینکه به مزار، یعنی که آن بیجان می شود. یعنی به مزار دل نمی رسم. در حقیقت به مزار دل نمی رسد وقتی که کس به قبرستان می رود و از این دنیای کنونی به دنیای ابدیت می رود و در آنجا می گویند که به دل خود رسیده نمی تواند. ما خوب می دونیم که وقتی که انسان زنده است یا در زندگی خودش او حرکت می کند، سخن می گوید و قلب پر احساس خود را نسبت یک نفر افشا می کند، با درد سخن می کند و ما شنیده می توانیم، سخن کرده می توانیم و وقتی که با یک نفر سخن می کنید جواب آن را می گیرید. وقتی که به مزارستان می روید سخن می کنید، آن دنیای خاموشان است. از آنجا سخنی گرفته نمی توانید یا بر عوض
آن دلی که دردی دلی که دارید از آنجا دوایی را برای خودتان گرفته نمیتوانید. و همین معنی میگوید و میگوید که زی طواف گوری مادر به مزار دل رسیدم. و در اینجا بسیار خوب گفته است استاد لایق وقتی که میگوید من به سر قبر مادر میروم، به زیارت مادر میروم، به خانه آخرتگاه مادر میروم، از آنجا میگوید من به مراد دل خودم میرسم. وقتی که آیت از قرآن کتاب مقدس دین مبین اسلام میکنند و آیت میخوانند، گویا که آن شور و آن درد که نسبت مرگ مادر است آن اندک پست می شود. و وقتی که من به سر قبر مادر خود می روم میگوید اندک دلم آرام می گیرد. به همین معنی میگوید استاد لایق زی دلم کجا خبر بود چو مدار بود در تن، زی وجودی بی مدارم به مدار دین رسیدم. بسیار زیبا گفته است و میگوید زی دلم کجا خبر بود چو مدار بود در تن، زی وجودی بی مدارم به مدار دین رسیدم. زی وجودی دلم میگوید کجا خبر بود. اگر عاشق در نزد شما نباشد و خبری از آن نداشته باشید من به مراد دلم نمیرسم. یعنی اون عاشقی که ما داریم، عاشقی که در دل اون احساسات پرتقیان را دارد، اون احساسات پرشور را دارد، در وقت ندیدن یار خودش اون پرتقیانی حس کرده نمی شود. و میگوید که زی دلم کجا خبر بود چو مدار بود در تن. و وقتی که کس جوان است، وقتی که آن ارادت، آن مدار و آن صحتی تن در جوانی هست، آن میگوید عشقی هم با جوانی زیباست میگوید. و این به سبب نیست، زیرا وقتی که شما جوان هستید گلهیا جان، وقتی که عاشق هستید آن محبت تماما دیگرگونه است. البته عاشقی سن و سال ندارد میگوید، ولیکن آن لحظه های پرتقیان جوانی تماما دیگرگونه است آخر. خب زی وجودی بی مدارم به مدار دل رسیدم. گرچنده که من به کلان سالی رسیده باشم هم، ولیکن من به مدار دل رسیدم. دل من هنوز هم می تپد میگوید، دل من هنوز هم عاشق است، ولیکن آن عشق جوانی که در ایام جوانی بود به آن مانند نیست. ولیکن اگر به مرد کهنسال عاشق نظر افکنید میبینید که آن دل بعضا دل جوانی جوانها هم از او تماما فرق میکنند. در یکی از شعرهایشان هم میگن که ما بسیار تکرار میکنیم عشق در دل شعله صبح سعادت بوده است، عاشقی احساس بخشش های قسمت بوده است، در جوانی عشق بود و دولت دنیا نبود، این همه به دولتی ها خوب دولت بوده است. دیدید که هم عاشق شدن این دولت است. یعنی همون دولتی است که در دل خودش همون شور و شری عاشق جوانی را دارد. بسیار خوب گفتید. به سرم فشار گردون، به دلم فشار هردون، زی فشار زندگانی به فشار دل رسیدم. و در همین جا میگوید که در زندگی فشار گردون یعنی همون چرخ، همون حیات، همون زندگی که فشار آوری می کند به سر انسان ها و انسان ها از این فشارهای زندگی، از این زدنهای نفرانی که
با بغض و کینه و عداوت نسبت دیگرها می کنند. این همه می گوید باز از بین می رود و با فشار آوری هایی که در زندگی لایق دیده است، ما اگر فکر کنیم این فشار آوری های زیاده بود. وقتی که ما نگاه میکنیم با زندگی نامه لایق شرلی، وقتی که ما با اشعار لایق نگاه میکنیم، آن همه حیات پرتلاطم لایق شرلی در شعرهایش که انعکاس یافته است، آن همه افشاگر عالم باطن خود انسان است، مخصوصا خود لایق است. زیرا لایق در زندگی خودش هم شکنجه و اذیت‌های زیاده را از ایام کودکی تا به نورسی و تا به میان سالی دیده است و از همین وزنینی‌های حیات لایق توانسته است با سربلندی گذشته باشد و این هم با شعر گفتن و آن درد دل خود را در شعر جای کردن و توأم با درد ملت خود بودن است. ز فشار زندگانی و فشار دل رسیدم. و نگاه کنید که در حقیقت زندگی ما اینقدر فشار آوری های زیاده دارد، نه تنها به لایق بلکه به شخصیت های علاهیده و این شعرشان هم و این مسائلی که در این غزل خود برآوردن ناتمام مانده است. چرا؟ زیرا آن مسئله های بسیار مبرم روز، معماهای زندگی که بلایق نیز در زندگی آمده بود و نزد لایق نیز در زندگی آمده بود و در ما آنها را در خود هم میبینیم، یا آن نفرانی که در زندگی هستند آنها هم درک کرده میتوانند. یعنی لایق چی گفتنی است؟ ز فشار زندگانی و فشار دل رسیدم. از این فشار، بله بسیار زیبا گفته است، میگوید که از این فشار آوری های زندگی و فشار دل رسیدم. میگوید یعنی فشار بلند شدن، یا اینکه دل انسان آهسته آهسته از این ضربه های زندگی اندک باشد هم کاسته میگردد، یا از این گویم وزنینی های حیات. دل یک عضو بدنی انسان است که آن قلب میگویند و آن برداشته توانستن در کار و آن فشارهای زندگی را هم برداشته توانستن در کار گلای جان و این نه به هر کس میسر می شود. و فشار قلب هم به آن معنی است که تنی صحت آهسته آهسته افکار می شود. به همین معنی آورده شده است. تشکر زیاد استاد عزیز، بسیار صحبت پرمحتوا بود. اطمینان دارم که در فصل زیبای بهار هر یکی از جوانان ما هم با از نو دوباره برای عاشق شدن و باز هم برای چگونه خود را داشتن غذای معنوی گرفتن خوش آمدید میگوییم به برنامه آفتاباران. تشکر. بیا با هم بسازیم و جهان را برافرازیم، بیا با هم بیاموزیم و دنیا را بیاموزیم، بیا با هم بیاغازیم تا به هم نه انجامیم، بیا با هم بنازیم و بیا در سوگ هم سوزیم. بینندگان عزیز و گرامی قدر، عاشقان شیدای ادبیات معاصر تاجیک، در همین جا فرصت برنامه آفتاباران به آخر رسید. تا هفته آینده سلامت و سربلند بمانید. خیر عزیزان.